الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. کاملترین و بارزترین نشانه رحم خداوند و همچنین کاملترین و بارزترین نشانه محبت و خیرخواهی خداوند نعمت علم و معلم هست. هیچ نعمتی از نعمتهای خداوند معادل نعمت علم و معلم نمی شود و منتی که خداوند بر ما و شما بندگانش دارد اینکه قرآن را به عنوان کتاب علم برای ما و شما نازل فرمودند، علمی که تاریکی را بدرخشاند و هدایت و درخشندگی و روشنگری را ایجاد کند. کاملترین علم قرآن هست و کاملترین معلم رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. پس هم کاملترین معلم و هم کاملترین علم نصیب ما و شما شده است. امت محمد صلی الله علیه و سلم که آخرین امت از نظر زمانی هست، اولین امت از نظر کمال و معنویات هست و کاملترین علم نصیب این آخرین امت شده. این امت امتیازات زیادی خداوند براش قائل شده. اگر این امت واقعا قدر فرصت‌هایی که خداوند برای ایشون منظور کرده بداند و از نعمت‌های خداوند بهترین استفاده را ببرد، برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مقام آدمیت. خداوند تبارک و تعالی پذیرفته که انسان جانشین خدا باشد، یعنی ما و شما خداوند قبول کرده که جانشینش باشیم و ما و شما را خلیفه خود معرفی کرده. اما ما و شما هم باید بپذیریم که جانشین خدا باشیم. خداوند پذیرفته و اعلام کرده در قرآن کریم اما ما هم باید بپذیریم که خلیفه خدا در روی زمین خدا باشیم و پذیرش ما به این معناست که ما و شما اوصاف رب را در خود پیاده بکنیم. یکی از اوصاف رب علم است. اگر خداوند اعلام کرده که انسان جانشین من است، زمانی انسان جانشین خدا می شود که به علم بپردازد. پس اگر انسانی
بندی از بندگان خدا شعار بدهد که من جانشین تو هستم، اما در ره علم قدم بر ندارد و جهل را برای خود و خانواده و جامعه بپسندد و بپذیرد، این جانشین خدا نیست. چون خداوند علیم هست و جانشین جاهل نمیخواهد، منطقی هم نیست. پس پذیرش ما این که جانشین خدا باشیم، باید صفات رب رو بپذیریم، صفاتی که بنده میتواند از صفات رب داشته باشد. بعضی صفات خصوصی و ویژه خداوند است، اون صفات بماند. یکی دیگر از صفات رب حکمت است، الحکیم. خداوند جانشین احمق نمیخواهد، جانشین کودن نمیخواهد. ما زمانی میپذیریم که بنده خدا باشیم که حرف بیهوده نزنیم، رفتار بیهوده نداشته باشیم، حرکت‌های پوچ و بی‌محتوا نداشته باشیم. چون خداوند از پوچگرایی و حماقت و کودنی بیزار است و شایسته خداوند حکیم و علیم نیست که جانشینی رو معرفی بکند که نه عالم هست و نه به علمی پردازد و نه اهل حکمت هست. پناه به خدا، خداوند مبراست از چنین جانشینانی. خداوند کریم هست، جانشین بخیل نمیخواهد. اگر بندی از بندگان خداوند بخیل باشند، بذل و بخشش نداشته باشند، خیرخواه نباشند، دلسوز نباشند، برای خلق خدا نمیتوانند جانشین خدا باشند. چون خداوند خودشو الکریم معرفی کرده. یکی از نامهای خداوند کریم هست. رسولش هم کریم بوده، شاگردان رسولش هم کریم و با سخاوت بودن. بالاتر از این سخاوت که جانشونو بذل بخشش کردن برای دینداری بشریت، از این سخاوت بالاتر دیدید؟ بذل و بخشش مراتبی دارد. کرم داریم، سخاوت داریم، ایثار داریم. بالاترین درجه بذل و بخشش ایثارگری است و خداوند درباره صحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. به بالاترین درجه بذل و بخشش و ایثار رسیده بودند. همینطوری که آدم نمیتونه جانشین خدا باشه. یک بخیلی که حاضر نیست، نمیگم مال از خودش جدا بکنه، برای بندگان خدا و دین خدا وقت بذاره، عرق بریزه، قدم برداره، دعای خیر بکنه. بعضی از بندگان خدا اونقدر بخیلن، مال ازشون نمیخواد. میگیم دعای خیر بکنید، فقط برای خودش تنها دعای خیر میکنه، فقط برای اولاد خودش تنها دعای خیر میکنه، فقط برای خانواده خودش تنها دلسوزی میکنه. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهن آدمی. یکی دیگر از صفات رب صبر هست. خداوند صبوره، اونقدر صبوره که قابل وصف نیست. و جانشین خدا هم باید صبور باشد، تحمل داشته باشد. خداوند تحمل گناهان من و شما رو داره. اگر قرار بود که خداوند با هر خطای من و شما عکس العمل نشان بدهد، هیچ احدی نمانده بود. ولی خداوند گرچه
ناراحت می شود ولی عکس العمل مباشرتا نشون نمی دهد، بلکه صبور، مجال میده، مهلت میده، فرصت میده، فرصت ها رو تکرار میکنه. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. خداوند شب و روز، و این آیات در سوره فرقان هست، خداوند شب و روز رو در تعقیب هم قرار داده تا شب روز را بیاورد و روز شب را بیاورد. اگر در شب کوتاهی کردید، خطا کردید، فرصت رو از دست دادید، یک زمان دیگر موسمهای خیر را و فرصتها را برای ما و شما تجدید می کند تا شاید در فرصت بعدی خود را دریابید. ولی ما حاضر نیستیم به بندگان خدا فرصت بدهیم. خدا می بخشد، تحمل می کند، ما میگیم خدا نمی بخشدش. یک جوانی یه نخ سیگار کشید، فریب خورد. یک خواهری، یک برادری سر عروسی رقصید، میخواد توبه بکنه، توبه کرده، خدا قبول کرده. بندگان خدا حسودن، بخیلن، تو کار خدا دخالت میکنن. خدا فلانی را نمیبخشه، حالا که سرش به سنگ خورد آمده رو به خدا آورده. یادمه که یک معتادی آمده بود مسجد، یکی از نمازگزارا دست معتاده رو گرفت، از روی پله پرتش کرد بیرون. گفتم وقت نمازه، شاید آمده نماز بخونه. گفت این آمده که ساعت مسجد بدزده، این آمده که ساعت مسجد بدزده. ما معتادانی رو ملاقات کردیم که آمدن سر راه سبز شدن، گفتن یه تقاضا داریم. به نظر شما یه معتاد بیاد سر راهت بگه یه تقاضا دارم چیه؟ حتما قبض آب و برق دستشه، یه مبلغ پول بده. ولی معتاد داشتیم که آمده سر راه سبز شده، گفته یه خواهشی دارم. شاید ذهن ما از بس که منفی نگر هستیم بره رو این قضیه که حتما دوباره پول میخواد معتاده. ولی گفته التماس دعای خیر دارم، برای من دعا بکنید. شاید جامعه کوتاهی کرده که این معتاد شده، شاید خوبی رو بذل و بخشش نکردیم، بدکاران آمدن بدی رو بذل و بخشش کردن، در اختیار گذاشتن. شاید خوبی ها رو احتکار کردیم، خوبی ها رو از مردم دور کردیم، خوبی ها رو تو لابلای کتاب ها قفلش کردیم، تو گاف صندوق ها، تو صندوق ها، تو قفسه کتابخانه ها. خوبی رو در اختیار مردم نگذاشتیم. بدکاران آمدن بدی رو بذل و بخشش کردن. این عزیزی که زمینه خوب شدن را داشت، از ما گرفتنش به خاطر کوتاهکاری ما، به خاطر تقصیرات ما. بعد ما قضاوت هم دربارش میکنیم که فلانی بدکاره. یک عاملی سبب شده که طرف بدکار بشه. این جمع نشانه اینه که همه میخوان خوب بشن. این جمع و این حضور و این پذیرش از 5 تا جوان خوب که حاضر شدن عروسیشون رو یک جا برگزار بکنن و برای اولین بار من فکر میکنم در تاریخ بندر سیریک و بخش بیابان 5 نفر با هم بیان یک سنت حسنه رو پایگذاری بکنن، یک سنتی رو احیا بکنن و یک کار فرهنگی خوب ارائه بدهند. این جرقه امشب و این 5 تا داماد امشب از برنامه گناری بود، کناری بود شروع شد. از اونجا شروع شد. تو اتاق نشسته بودیم، حرف خیلی زده شد. یکی گفت که فلانی گفته 1-2 هفته دیگه من میخوام داماد بشم،
فلانی میرسه، یکی گفت 10 روز دیگه، یکی گفت یه هفته دیگه. من به یوسف گفتم نمیشه اینا رو جمع کرد تو یک شب، نمیشه این 5-6 تا رو جمع کرد تو یک شب، یک کار فرهنگی رو انجام بدیم. یک مجلس، یک خرج، یک برنامه، از هر نظر چه به صرفه یک محبت، یک الفت. نها که همه جمع شدن، فقیر و تاجر نشستن تو همون جمع، اونجا فقیر و تاجر نشسته، رئیس و مرئوس همه نشستن. جرقش از یک حرف خیر شروع شد، ولی حرف خیری که پشت کار داشت. رفتن باشون صحبت کردن. شاید بعضی عزیزان تصمیم هم داشتن مراسمشون طوری دیگه برگزار بکنن، چون رسم منطقه است. نمیفهمیدن که شاید گناه داره، ولی چقدر حرف شنون تا بهشون گفتن، همه رو کنار گذاشتن، گفتن ما شرکت میکنیم. طوری برنامه رو تنظیم کردن عقب و جلو. بالاخره امشب چنین همایش خداپسندانه‌ای که از هر طرف فرشتگان خدا سرازیرن برای احاطه برکت به این مجلس. اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وما ریاض الجنة یا رسول الله قال حلق الذکر. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر گذرتون در دنیا به باغ از باغهای بهشت افتاد، خوب سیر بکنید خودتون رو، خوب بچرید، سر و بالا نیارید. گفتن که بوستان بهشت در روی زمین کجاست؟ گفت حلقه ها و مجالسی که و تجمعاتی که در اون ذکر و یاد خدا می شود. پس این بستانی از بساطین بهشت است. اینی که برادران تو اناشیدشون میخونن ما رفتیم باغ جنت به دیدن محمد، ما مصطفی ندیدیم، نام خوشش شنیدیم. منظور همین جلسه هاست. اگه نه محاله که انسان بره به باغ جنت مصطفی نباشه در بهشت. اون بهشت آخرت اگر رفتی اول مصطفی است. در دشت محشر اون کسی که غم بشریت داره و میگه یا رب امتی یا رب امتی، اون نمیتونه غیر از مصطفی صلی الله علیه وسلم باشه. ما رفتیم باغ جنت به دیدن محمد، به دیدن سنت محمد صلی الله علیه وسلم. در این بستان جنت سنت محمد صلی الله علیه وسلم به نمایش گذاشته شده. سنت ازدواج، طهارت، عفت. امشب جشن طهارت و عفت 10 تا از جوانا و نور چشمای عزیز ماست که وقتی این 10 نفر به عفت میرسن جامعه رشد میکنه. چون رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که هرچی آمار مجردا بیاد پایین و آمار متأهلین بره بالا، هرچی مجردا کمتر باشن و متأهلین بیشتر باشن با ازدواج، آمار جرم و جنایت کم میشه، میاد پایین و آمار طهارت و عفت و امنیت و ضریب امنیت و سلامت و سعادت میره بالا. بیشترین جرم و جنایت از جواناست یا از اونهایی که متأهلن و صاحب خانواده هستن. این کمبودهایی هست که اونها را وسوسه میکنه جرم و جنایت بکنن. ما باید کاری بکنیم که جوانای ما تأهل به خاطر خدا و ازدواج رو بپسندند، نه هرزگی و نه فحشا و نه خلاف و نه مفاسد اخلاقی. و این باید بزرگترا آستین همت رو بالا بزنن. شورا، امام جمعه، بزرگترا، ریش سفیدا، اونهایی که حرفشون در جامعه به زمین نمیزنن، اینها باید به هم برشینن، مشورت بکنن. باید یه فکری و راه حلی برای حفظ از جوانا که در حقیقت حفظ خودشونه و حفظ جامعه شونه. در جامعه اگر جوان حفظ شد، آینده اون جامعه حفظ است. نسل بعدی نسل قوی و محکم
و استوار و دارای ریشه تربیت خواهد شد. باید این فکر توسط بزرگان قوم مطرح بشود و خودشون هم حمایت بکنند. پس نمیشه جانشین خدا شد مگر اینکه اوصاف رب را پذیرفت. اوصاف رب از علم و حکمت و رحمت و تو نمیتونه جانشین خدا باشی اگر سنگدل و خشن باشید، چون خدا ارحم الراحمینه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو میبوسید، دستار گردنشون می آورد، تو آغوششون میگذاشت. حتی زمانی که پیش نماز بود، وقتی به جانشین خدا باشی اگر سنگدل و خشن باشید، چون خدا ارحم الراحمینه. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم حسن و حسین رو میبوسید، دستار گردنشون می آورد، تو آغوششون میگذاشت. حتی زمانی که پیش نماز بود، وقتی به سجده میرفت، حسن و حسین رو کولش بازی میکردن، رو کتفش بالا می آمدن. زمانی که پیش نماز بود، تو نماز بود. اگر صدای گریه بچه‌ای در صف آخری که زنها تو صفهای آخر مسجد النبی نماز میخوندن همراه مرداشون پشت سر رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر صدای گریه طفلی را میشنید، نمازشو مختصر میخوند که اون مادر به طفلش برسد. اینقدر رحمت و شفقت داشت، خیرخواهی داشت. و این یکی از احادیث گوهربار رسول الله صلی الله علیه و سلم که میفرمایند کسی که به سالخوردگان ما احترام قائل نشه، لیس منا من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، از ما نیست، از امت من نیست کسی که به ریش سفیدا و سالخورده ها احترام قائل نشه، و از من و امت من نیست، من از او بری هستم، کسی که به نونهالان و اطفال مسلمین ترحم و شفقت نداشته باشه. نبی رحمت و شفقت بود، چون این نبی نماینده ربی بود که رحمتش از عذابش سبقت گرفته. ارحم الراحمین، الرحمن، الرحیم. و رحمت خدا 100 قسمته، یک قسمتش در دنیا بین کل خلائق و مخلوقات قرار داده، 99 قسمتش ذخیره کرده برای بندگان مطیعش در آخرت که چطوری اون 99 قسمتشو اونجا به نمایش بگذاره. بدوی صحرانشینی بود، دید که پیامبر صلی الله علیه وسلم چطوری این نوهاشو میبوسه، بوسه میزنه، نوازش میکنه. بعد طاقتش نداد و گفت یا رسول الله تو بچه های کوچیکو میبوسی؟ گفت بله چرا نبوسم؟ گفت ولی من 10 تا بچه بزرگ کردم، یادم نیست وقتی یکی از اینها را بوسیده باشم. رسول الله پریشان شد، چه داره میگه این انسان؟ گفت اگر خدا رحمت و شفقت رو از دل تو بیرون کشیده من چه کارت کنم؟ من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه رحم نمیشه. یکی از صفات مؤمنینی که جانشین خدان باید تراحم باشه. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم که مثل الجسد الواحد اذا اشتکا منه عضو تداعی له سایر الجسد بالسهر والحمى. بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش ز یک پیکرن، که عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. جوانای ما که رو سنگ و گل نشستن برای شنیدن کلام خدا، این همه تواضع دارن، نباید رحمشون بکنیم؟ نباید رو سرمان بذاریمشون؟
ما ملاها عادت کردیم مردم دستمون ببوسن، اگه یکی دستمون نبوسید به من بر میخوره و حاضر نیستیم دستمون هم بکشیم. اینها نباید بر پیشانشون بوسه بزنیم. اینا امید ما هستن و زینت دنیا و آخرت ما هستن. همین جوانای خوب، فرزند صالح گلی از گلهای بهشته، غیر از این نمیشه تعبیر کرد. فرزند صالح واقعا گلی از گلهای بهشته. حالا این گل غنچه هست، حاضریم با همدیگه شکوفا بکنیم تا معطر بشه؟ شکوفا کردن گلهای غنچه چطوریه؟ شکوفا کردن گلهای غنچه بوستان محمد صلی الله علیه وسلم چطوری شکوفا بشن؟ انگیزه ایمان، انگیزه اخلاق، انگیزه طهارت، انگیزه حجاب، انگیزه علم، انگیزه دین، انگیزه خوبی در اونها ایجاد بکنی. این گلها الان غنچه ان، شاید رنگ دارن ولی بو ندارن. اونها را با علم شکوفا بکنیم، اونها را با ایمان و اخلاق شکوفا بکنیم. هم رنگ دارن، هم معطر و خوشبو میشوند و فضا را عطرآگین میکنن. از این جمع اگر یکی از بچه ها بره تحصیلات عالی تا دکترا بخونه، از اون طرف هم بره دنبال حفظ قرآن و فهم قرآن و تفسیر قرآن و تبلیغ دین، چه می شود؟ کسی می تواند جانشین خدا باشد که رحیم باشد، صبور باشد، حکیم باشد، علیم باشد، خیرخواه باشد، مهربان باشد، ستار باشد، ای پوشی بکند، مثل زنبور عسل باشد. اگر دنیا پر از نجاست باشد، فقط یک شاخه گل باشد، رو همون یک شاخه می نشیند. مثل مگس نیست انسان مسلمان که اگر دنیا پر از گل باشد، یک نجاستی باشد، رو همون نجاست می نشیند. انسان مسلمان دنبال عیب نمی گردد. عالم دینی و مربی دینی هدفش از دقت در جامعه و امر به معروف و نهی از منکر سر مچ گرفتن نیست. تو بحث مدیریت، اونایی که رشته مدیریت خوندن، تو بحث مدیریت یک مبحثی هست به اسم کنترل و نظارت. کنترل و نظارت به این معنی نیست که مدیر و مسئول دنبال نقطه ضعف زیر مجموعه خودش بچرخد تا نقطه ضعفی دید سر مچش بگیرد و آبروش ببرد. دیدی گرفتمت، دستگیرت کردم، حالا برملا بکند. پس خدا و فرشتگان خدا شب و روز سر مچ ما را میگیرند. شب و روز خدا و فرشتگانش سر مچ ما را میگیرند. کی پرده رو در ریدند. هدف از بحث کنترل و نظارت این که مواظب هم باشیم، این که اصلاح بکنیم همدیگر رو، نه این که سر مچ بگیرید. اگر پسرت متوجه شد که پدرش داره جاسوسیش میکنه، اگر زیر مجموعه تو ادارت متوجه شد که مدیر براش جاسوس گذاشته که سر مچش بگیره از کار برکنارش بکنه، دیگه اون پسر مال تو نیست و اون زیر مجموعه هم مال تو نیست و تو مدیر موفقی نخواهید شد و تو پدر و مادر موفقی نخواهید شد و تو عالم موفقی نخواهید شد. الدین النصیحه، این بیش میگن مدیریت. الدین النصیحه، دین یعنی تناصح. حضرت علی رضی الله عنه میفرمایند خیری در ما نیست. کی داره میگه؟ حضرت علی رضی الله عنه میگه خیری در ما نیست اگر این کلمه رو به هم دیگه نگیم. کدوم کلمه؟ اتق الله. و خیری در ما نیست اگر این کلمه رو از همدیگه نشنویم. کدوم کلمه؟ اتق الله.
از ابوبکرش رضی الله عنه گرفته و عمرش گرفته و علیش گرفته و عثمانش گرفته و همشون پیشانی کسی را میبوسیدند که کلمه اتق الله به اونها هدیه بدهد. اتق الله، از خدا بترس. خیلی ممنون، متشکر، منو متوجه کردید. فراموش کرده بودم خدا را، تو غفلت افتاده بودم. یکی از خانواده ها، خواهرها گوش بدن، یکی از خانواده ها میگفت بی‌حجابی و لباس های ما کوتاه شده بود، کل جامعه کوتاه شده بود، ولی ما خانواده مذهبی بودیم. میگه از بس که بی‌حجابی و حجاب کمرنگ شده بود به همه سرایت کرده بود، لباس کوتاه و نازک دوخته بودن، پوشیده بودن. میگه تا رسید به خانواده ما که مذهبی بودیم، ما هم شدیم مثل جماعت، هم رنگ جماعت شو، گر خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو. ما هم میگیم رفتیم دختیم، قبل از این که بپوشیم خدای شیخی رو فرستاد تو محله ما و شروع کرد کلاسی برای خواهرها گذاشته و صحبتش پیرامون همین حجاب و لباس زن بود و اوصاف لباس زن مسلمان. بعد میگه گفتیم الحمدلله که دستت گرفت، خدا آوردت. ما لباس کوتاه آخرین خانواده بودیم، دوخته بودیم که بپوشیم. تو رو به عنوان یک فرشته نجات فرستاد، توبه نصوح. میگه از اون به بعد دیگه نپوشیدیم و کنار گذاشتیم و اون لباس تقوا را پوشیدیم. دوباره میگه برگشت، همسایه ها تو کلاس شرکت کردن. میگه یه روز شیخ نشسته بود، به زنها گفته بود که جوراب باید پاتون بکنید، پا هم جزو عورته. میگه یکی از مردای مخالف شنیده بود که شیخ به زنها گفته باید جوراب پاتون بکنید. بعد به زنها گفته بود این شیخ خجالت نمیکشه، به زنها میگه جوراب پاتون بکنید، خودش میاد جوراب پاش نیست. آدم وقتی کم میاره دیگه نمیدونه، فقط میخواد مخالفت بکنه. جوراب که جزء حجاب مرد نیست. ولی خانواده همین مردم همه با حجاب شدن و اخیراً خود همین مرد ثبت نام همسرشو کرده برای عمره. تا کی میخواد با خدا بجنگه؟ الدین النصیحه، کلمه خیر با نیت خیر، با قدم خیر، با حرف خیر، با تلاش خیر دست کم نگیرید. هدف سر مچ گرفتن نیست. اون از تو بهتره، تو از اون بدتری نیست. اون کسی که سخنرانی میکنه بهشتیه، اون کسی که شما هستید حتما خلافکارید، حتما مقصرید، حتما خطاکارید که نیاز به نصیحت دارید. اینطوری نیست. نمیدونم که به گفته حکیم عرب میگه یظن الناس بی خیرا و اینی لشر الناس ان لم تعف عنی. ترجمهش چیه؟ میگه همه مردم نظر خیر به من دارن، اما خدایا من بدترین مردمم اگر تو به من رحم نکنید. خدا باید به آدم رحم بکنه، رحم خدا باید طلبید. اگر تشنمون شب آب خنک میطلبیم، شربت میطلبیم تا خنک بشیم. رحم خدا رو باید طلبید. تشنگی به دست نداده؟ احساس کمبود نکردید؟ احساس نکردید باید دوباره خدایی که از زندگیت بیرون کردی، از درونت بیرون کردی، خدا از خانوادت بیرون کردی، از شرکت و تجارتت و از محل کارت و از برنامه زندگیت حذفش کردید؟ احساس کمبود نمی کنی؟ این احساس کمبود به دست نداده که دوباره باید خدا رو بر بگردونید؟ و خداوند منتظر یک اشاره است. در روایات آمده که خداوند 1/3 مانده به آخر شب میاد به آسمان دنیا. ینزل ربکم الی السماء الدنیا فی الثلث الاخیر من اللیل. میاد نزدیک میشه. میگه آیا کسی هست که استغفار بکنه؟
آیا کسی هست که سوالی داشته باشد، مسئلتی داشته باشد؟ آیا کسی هست که طلبی بکند، دعایی بکند من اجابت بکنم؟ هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع، هل من سائل؟ خدای به این مهربانی داریم روگردان نشویم که خودمون ضرر میکنیم. امشب مجلس بسیار ارزشمند و مبارکی است و فرشتگان خدا حلقه زدند تا عرش خداوند و احساس خرسندی میکنند. در این گوشه از استان هرمزگان بعضی از دوستان از زرآباد آمدند، شنیدن که امشب مجلس خیری است، جلسه عروسی است که 5 تا داماد با هم جمع شدند، صحبت دینی می شود. از زرآباد آمده با اون امکانات ضعیفی که تو منطقه هست، ولی همت بلند، از همه طرف آمدن. ما وقتی وارد شدیم دست خواهرها می آمدن. کجا میرن؟ میخواهند اونها هم دوش برادرانشون کلام خدا و رسول خدا را بشنوند. نماز جمعه که مساجد خیلی کوچکه، جایی برای خواهرها نیست که بیان تو روز جمعه استفاده ببرن. دعا بکنید هر چه زودتر مسجد جامع سیریک انشاءالله راه اندازی بشه، کار ساختمانی شروع بشه و اگر شروع شد خواهرها هم تلاشون هزینه بکنن، بدن یک علنگو، بدن یک انگشتر گوشواره. خدا طلا رو بر میگردونه، ولی ایمان اگه پرواز کرد خیلی مشکل برگشتش. اما طلا بارها شده که دزدیده گم شده، دوباره طلا پیدا شده، دوباره طلا خریداری شده، دوباره علنگو رو دست کرده، شاخ شده، تو دستاش تنگ شده، وقتی مرده با قیچی و انبردست علنگوها رو چیدن و در آوردن. طلا که درست نیست با زن دفن بشود. بازا بازا هر آنچه هستی بازا، اگر بیایی در بازه، اگر نیایی خدا بی نیازه. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. ای مردم شما به درگاه خدا فقیرید، الله غنی حمید است، غنای مطلق. تابستون فرصت خیلی خوبی است. دیداری که در روستای گناری هم داشتیم با هم دیگه در منطقه گاونمردی، اون جلسه هم جلسه مبارکی بود. به من که خیلی خوش گذشت، چون اولین باری بود که رفتم تو اون منطقه و هم از شرمندگی اون عزیزان در آمدم و هم دیدار دوستانه و خداپسندانه با برادرها و خواهرای علاقمند و دیندار تو اون هوای گرم. ولی عشق اگر باشد بعد از اون دیگه مهم نیست چی باشد، همه چیزو معتدل میکنه، تلطیف میکنه. امشب هم این مجلس پرخیر و برکت، تابستان فصل پر کردن اوقات فراغت، سیریک مرکز هست، قطب هست تو این منطقه و الان الحمدلله فرهنگ سبقت در درس خوندن و قبول شدن دانشگاه و رتبه آوردن، الان انگیزه ها ایجاد شده، الگوها ایجاد شده. فکر میکنم حدوداً 6-7 سال پیش آمار قبولی دانشجوهای بخش بیابان شاید به 10 نفر نمیرسید، ولی الان به 250 و 300 میرسه در سال. و خیلی از این قشری که دانشگاه قبول میشن شاید بیشترینشون دختر هستن و خواهر هستن. اگر اشتباه نکنم خانم بنار بود یا یکی از خواهرها بود، زمانی که آقای فرشیدی توی این منطقه بود، خدا یارش باشه، الان خمیره.
این خواهرمون با تعدادی از خواهرای دیگه و مسئولین میگفتن که وقتی خواستیم شبانه روزی راهنمایی شبانه روزی دخترانه رو راه اندازی بکنیم، میگه میرفتیم تو روستاها، تو خونه ها که قانعشون بکنیم دخترشون رو بفرستن شبانه روزی، که هم از نظر آداب، معاشرت، بهداشت، سواد، علم، اخلاق، اجتماعی بودن. میگفت رفتیم تو خانه ها باشون صحبت میکردیم که قانع بکنیم پدر و مادر. میدیدیم که دختر از پشت ستون فرار میکرد، مادر از اون طرف بچه‌شو فرار میداد. میگه به زور 20 نفر یا کم و بیش پیدا کردیم سال اول. سال دوم میگه نزدیک 80 نفر یا 120 نفر آمدن. دیگه نتونستیم تحویل بگیریم. اگر بر بگردیم به چند سال پیش تو همین بخش بیابان، دیگه بریم جاسکو، اون طرف جاسکو، شرق جاسکو، دیگه قابل مقایسه نیست. تا چند سال پیش اصلا ما معلم زن از بومی همین منطقه نداشتیم. امروز داریم. حتی معلمینی داریم، مدیرانی داریم که هم حافظ قرآنن، هم مدیر یک مدرسه دخترانن، یا مسئول خوابگاهی هستن، یا حافظ قرآن دانشگاه قبول شده. تا دلت بخواد توی این منطقه داریم. پس زمینه الحمدلله فراهم شده. از اون طرف مدرسه دینی، جناب آقای اسماعیلی میگفت، شیخ اسماعیلی میگفت یه تقدیر و تشکر بکن از مردم. میگو امسال تابستون کلاس هایی که برای دبیرستانی ها گذاشتیم تو حوزه، تو مدرسه دینی، امسال خیلی استقبال، 80 نفر میگفتید دیگه، به اضافه خواهرها، که قرار شده انشالله چه اگر بتونن هر سال این 2 ماه مدرسه رو فعال بکنن. مدرسه دینی شیخ زیایی که 4 سال پیش توسط خالاشه، خواهرها خالاشه رو میشناسن، مادر خیلی از دخترای شماست، دختراتون رو تحویل دادید از همین گروک و از همین سیریک و از همین منطقه، و با 40 نفر تو مدرسه شیخ زیایی از دخترانه شروع کرد تابستون، دختران دبیرستانی. ظرف 5 سال یا 4 سال امسال تعدادشون به 300 نفر رسیده، به اضافه برادرها. اون فقط از خواهرها شروع کرد 4 سال پیش، 5 سال پیش. امسال رسیده تعدادشون، سال گذشته 215 نفر بودن، حدوداً 50 تا برادر، ولی امسال رسیده تعدادشون به 300 نفر. 100 نفر هم دیگه پذیرش نشدن حتما. آمار مکتبخانه ها که تو مراسم قبلی دادم که چقدر رشد بوده، چقدر مردم این منطقه بچه هاشونو به طرف مکتبخانه میفرستن. فقط تو بخش بیابان نزدیک 3000 دانش آموز تو مکتبخانه ها شرکت کرده. 3000 دانش آموز از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، همه شرکت کردن. آمار جاسک هم 4000 نفر. برو کلگون و کرگون و کلاهی و مینا و همطور برو. باید این رشد باشد. اگر ما خواهان رشد و توانمندی در جامعه فقط تو بخش بیابان نزدیک 3000 دانش آموز تو مکتبخانه ها شرکت کرده. 3000 دانش آموز از بزرگ و کوچک، پیر و جوان، همه شرکت کردن. آمار جاسک هم 4000 نفر. برو کلگون و کرگون و کلاهی و مینا و همطور برو. باید این رشد باشد. اگر ما خواهان رشد و توانمندی در جامعه هستیم، باید انگیزه ها را برای عالم شدن، هم عالم دین و هم عالم دنیا. اونه که عالم دنیاست کار دینی بکنه، بگه این فضل خداست، این وظیفه است که من با علم دنیا، علم کشاورزی، الان سد جگین راه افتاده. قدیم میگفتیم که این منطقه آب نداره، الان سد جگین راه افتاده. اگه اشتباه نکنم 350 میلیون متر مکعب یا 600 میلیون، من نمیدونم، حالا
خیلی وقت پیش دوستان بهم گفتن ولی حتی اگه 350 میلیون متر مکعب آب باشه امسال سرازیر شده، آب لبریز شده. گفتن باید چند متر دوباره سد رو ببرن بالا. چند متر، چند هزار متر دولت اختصاص داده زمین پشت سد برای کشاورزی. چند هزار متر؟ 400,000 هکتار. 400,000 هکتار برای سد جگین دولت اختصاص داده زمین برای کشاورزی. حالا کجاست مهندس کشاورزی؟ حالا مهندس کشاورزی لازمه برای هر جاسکی و بومی اون منطقه سهم، هر سهمی 500,000 تومان میتونه سهیم باشه تو این زمین ها، این اشتغال. حالا کجاست مهندس و دکتر؟ کجاست متخصص؟ کجاست اون کسی که درس خونده؟ زمین حاصل خیز. سفر رئیس جمهور به جاز، همین سفر اخیرش، دوستان تعریف میکردن، میگو وقتی رئیس جمهور میخواست بیاد جاز، شورا و بزرگان قوم و ریشسفیدا و علما همه نشست داشتن با هم که چه تقاضایی از رئیس جمهور بطلبیم. جاسک، شرق جاسک که تا دیروز دست تو خاک می آوردن، جواناشون بازی میکردن، نمیدونستن باید چه کار بکنن، با خاک بازی میکردن، خونه میکشیدن، فلان میکردن با انگشتانشون و تو صحرا همینجور رها شده بودن بدون نعلین و بدون هدف تو کوه ها میچرخیدن. امروز برید ببینید شبانه روزی برادر بزرگوارمون آقای علی خلیفه در گابریک بیمارستان درست کرده، یه ماشین خریده برای پزشک زیر پاش باشه. منطقه بیابان هم خیر داره، همه جا خیر هست. همینطوری که ذهن بچه ها رو باید تحریک بکنیم تا درس بخونن، دل و ذهن تجار هم باید تحریک بکنیم تا انفاق بکنن. علی خلیفه هر سال زکات میفرستاد برای اهل گابریک، برای قوم خویشش. یه نفر بهش گفت که تو داری گداپروری میکنید، سال 100,000 تومان برای هر خانواده میفرستید. گفت پس چه کار میکنم؟ اینا اهل وطن من، اهل محل من، اهل روستا من، زادگاه هم اونجا بوده، خدا به من پول داده. گفت شیخ علی مردم خودتو گدا بار میارید و تنبل، سالی 100,000 تومان. گفت چه کار کنم؟ گفت بیا اشتغال ایجاد کن. گفت باشه، برای هر 2 خانواده یا 3 خانواده یک قایق موتور با مجوز صیادی با تورش برن صیادی، هرچی درآمدش سهم 2 خانواده. تعدادی که نتونستن برن دریا، گفت این باغ موز، برن کار کنن. حالا هم خدا گفت این آب، دولت هم گفت این سد. حالا مهندس کجاست؟ شبانه روزی زده راهنمایی و دبیرستان، دخترانه و پسرانه. تو یک مدرسهش فقط 150 تا دانش آموزه. نماز جماعتشون فوت نمیشه. بعضی دانش آموزه روزه پنجشنبه دوشنبه هم هستن، مدیر خوب دارن. همون بچه‌ای که تا دیروز دست تو خاک می آورد امروز تو آزمایشگاه داره آزمایش میکنه، همون خاک داره آزمایش میکنه. و ما از شبانه روزی ها خیر دیدیم. اونهایی که رفتن تو شبانه روزی، مدیر خوب داشتن، معلمین خوب داشتن، دانشگاهشون تضمین بوده. میدونی خواسته مردم از رئیس جمهور چه بود؟ همه با هم نشستن با رئیس جمهور صحبت کردن. رئیس جمهور بهشون گفت فقط شما یک خواسته بطلبید، خواسته دوم نه. گفتن خواستتون چیه؟ از پیش آماده کرده بودن. گفتن جناب رئیس جمهور 80 ساله که در جاست مدرسه دولتی تأسیس شده، 80 سال، هنوز یک پزشک عمومی از خودمون نداریم. 80 سال پیش کلنگ اولین مدرسه تو جاست زده شده، 80 سال گذشته هنوز یک پزشک نداریم. به ما سهمیه پزشکی بده خارج از نوبت. رئیس جمهور گفت باشه. 30 تا سهمیه پزشکی بهشون داد، 32 تا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، 32 تا سهمیه پزشکی بهشون داد
بهشون 2 سالم فرصت داده زمان، گفته ظرف 2 سال اگه جذب کردی، اگه نه سهمیتون چه باطل شد. چند روز پیشی که از دوستانشون دیدم از همان منطقه، گفتم چه کار کردن، به کجا رسیدی؟ گفت حالا سال اول که خیلی امید نداریم، برای سال آینده 3-4 تای آماده و مستعد هستن، امید هست که نمره هاشون رو بیارن، اگه 3 تا هم قبول بشن نعمته. به عنوان الگو که جاسکی که تا دیروز دست و خاک می آورده امروز پزشک شده و سیریکی هم امروز اون تعصب کوری که بود برای تحصیل دخترها امروز کنار گذاشته شده. امروز اون فرهنگ ایجاد شده که مادر باید سواد دنیا و آخرت و دین داشته باشه، هر دوتا داشته باشه تا بتونه بچه خوب و نسل آینده رو تربیت بکنه. مادر امانت داره و امانتدار باید آگاه و بیدار و عالم باشه. اگر مادر امانتدار نباشه پس کوچه و بازار که امانتدار نیست. مادر و زن امانتدار مرده و امانتدار خداست و امانتدار امت محمده صلی الله علیه و سلم. مادرها بفهمید که شما امانتدار امت محمدید، سربازان امت محمد به عنوان امانت 9 ماه و 9 روز تو شکمای شما بودن و بعد 2 سالم از شیر شما نوشیدن و 7 سال 8 سال 10 سالم در دامان شما تربیت شدن. پس شما امانت دارید. ظلم که مادر چلیمی باشد. از یک مادر قلیونی چه انتظاری هست؟ این کدوم امانتی است؟ 1 ماه پیش من تو دانشگاه علوم پزشکی بودم، تو دفتر آقای فرشیدی میگفت آماری که گرفته شده در کل کشور استان هرمزگان در قلیون کشی زنها حرف اولو میزنن. میگه ما در استان هرمزگان بین 15 تا 20% زن قلیونی داریم. خیلی وحشتناک، خنده نداره. میگفت این آمار در کل کشور رتبه اولو داره. 20% زن قلیونی در هرمزگان. خواهرها همت بکنن همین امشب قلیونا را بزنن به زمین. تو امانت دارید. حیفه. فکر میکنم 2 سال پیش یک سفری به یکی از روستاهای اطراف میناب داشتیم. اختتامیه مکتب خونه ها بود. بعد از ساعتهای 10-11 خواهرم هم همراهم بود، خالاشه. گفت بریم که خواهرها تو محوطه یک خانه نشستن منتظرن یه سلام علیکی بهشون بکنید. گفتم بریم. رفتیم اونجا، صحبت از عمره شد، از تأثیر خواهر رو حرکت جامعه، تأثیر مثبت یک مادر و یک زن. و بعد گفتم که الان دارن ثبت نام عمره میکنن، با 400,000 تومان شما میتونی بره عمره. اکثر زنها گفتن شیخ حالا ما 400,000 تومان از کجا پول بیاریم که بریم ثبت نام عمره بکنیم. همه کلامشون همین بود. 400,000 تومان. این صحبت از فکر میکنم 4 سال پیش باشه، 2 سال بیشتره. گفت ما 400,000 تومان نداریم شیخ که بریم ثبت نام عمره بکنیم خانه خدا رو ببینیم. گفتم ندارید؟ من ثابت میکنم که شما دارید، ولی شما راست بگید به من. گفتم تو این جمعی که 100 نفرید زن قلیونی داریم؟ کسی هست که چلیم بکشه، قلیون بکشه؟ از پیرزنش تا جوانش همه خندیدن. گفتم بله چلیم همه میکشن. حساب کردیم روز 3 وعده اگر قلیون بکشه پول زغالش چقدر میشه، پول نفتش و کبریتش و تنباکوش. درسته؟ روز 3 وعده چقدر هزینهش میشه، غیر از قلیونش و قلم قلیونش و نمیدونم سر قلیونش و این مسائلش بماند. اما چقدر وقتش گرفته میشه بماند. حساب کردیم که این خواهرها اگر روز 5,000 تومان، کمتر اصلا، روزی 1,000 تومان، 5,000 تومان خیلیه، روزی 1,000 تومان پول تنباکو و نفتش و زغالش و کبریتش و قلیونش باشه، میشه در سال 360,000 تومان. درسته؟ در 2 سال میشه 700,000 تومان، 800,000 تومان. یعنی 400,000 تومان مال 1 سالش پول سهمیه عمرش. وقتی تو 400,000 تومان به حساب ریختی، پول هتلت
پول بلیتت، پول ویزت، پول سبد غذات، پول کرایه ماشینت، همش رو حساب دولت. یعنی مفتی داره میرید. همه تصدیق کردن، گفتن روز 1000 تومان که خرج قلیون ما میشه. 1 سال گفتم وقتی رفتی به طرف قلیون نکش، اما 1000 تومانت بنداز تو چه قله. گفتم اگر روز قیامت پیغمبر از تو گله کرد، خدا از تو گله کرد، خانه خدا از تو گله کرد، خداوند از تو گله کرد، ای بنده من، ای زن مسلمان، ای کسی که از امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستید، چرا به زیارت خانه من کعبه در مکه نیامدید؟ برمیگردی که من پول نداشتم. ای خدا، زن مسلمان برمیگرده من پول نداشتم. خداوند میگه که داره دروغ میگی، پول سیگار و قلیون داشتید، پول تنباکو داشتید. اگر روز 1000 تومان سیگار نمیکشید و قلیون نمیکشیدید، جمع میکردید ظرف 1 سال میآمدید خانه منو زیارت میکردید. لبیک اللهم لبیک. امروز که ما میآمدیم بندر سیریک، تو خیابانهای بندر عباس 6-7 تا ماشین پرچم سبز زده بودن. من کاری ندارم حالا پرچم سبز درست زدنش نادرست، اون بحث جداگانه است، ولی حالا یک نشانه شده. همه میرفتن به فرودگاه برای استقبال خویشاوندانشون که رفته بودن عمره. و تو همین ماه و ماه بعدی و رمضان، تو ماه رمضان یکی از سید عبدالباعث قطالی بود، خدا حفظش بکنه، میگفت که یک روزی خداوند توفیق داد در ماه رمضان رفتیم عمره، خیلی شلوغ بود. این نماز تراویح وقتی سدیس میخوند آدم لذت میبرد. این فضا رو اصلا چه یک تنینی از آیات و کلام و نغمه های اون تلفظ زیبا تنین افکن بود و نوازشگر بود. میگم من از سوال کردم هنگام افطاری از یکی از همینایی که تو شهرداری کار میکردن، گفتم که چقدر زباله جمع میشه روزانه در حرم مکه، در مسجد الحرام چقدر زباله است مال افطاری، از سفره پلاستیکی و جای ماست و لیوان و همینا، هسته خرما و میگه برگشت به من گفت روزانه 180 تن زباله فقط مال همین چیزا تو رمضان. میگه یه محاسبه کردیم، محاسبه ریاضی، 180 تن زباله روزانه مال افطاری اگه تقسیم بکنیم چقدر میفته؟ میخواستیم نفر نمازگزار رو در بیاریم. میگه تو محاسبه که کردیم یه جمعیتی معادل 1,800,000 نفر شه، از این 180 تن ما برداشت کردیم. 1,800,000 نفر. میگه وقتی سدیس پیش نماز میشد یا شرین دیگه اصلا غوغایی بود. 1,800,000 نفر اینطوری سیخ ایستادن. خوشت نمیاد با 400,000 تومان برید؟ یعنی خانه خدا به اندازه یک چلیمی پیش من و تو ارزش نداره، به اندازه یک پاکت ونستون که خدا میگه ونستون رو بزن به زمین بیا خانه من زیارت کن. میگه نه ونستون عزیزتره، قلیون عزیزتره. بعد میگی خدا کوتاهی در حق من کرده، خدا پول نداده که من برم عمره. توفیق رفتن عمره رو از تو روی خودت زدی. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند اگر برادری یا خواهری واجب الحج بشه نره زیارت خانه خدا بکنه، من از او بری هستم، از امت من نیست. دوست داره مسیحی بمیره، دوست داره مجوسی بمیره، دوست داره یهودی بمیره، اون از امت من نیست. کسی که واجب الحج و العمره باشه نره سهل انگاری بکنه. شاید یک برادری و یک پدری سوال بکنه من 4 تا پسر جوان و دختر جوان دارم که دم بختن خرج عروسیشون سنگینه، پول دارم برای رفتن به حج، برم حج یا بچه هامو از شهوت جهنم شهوت نجات بدم؟ این یک سوال منطقی و معقوله. ولی پسرها همه داماد شدن، دخترها همه عروس شدن، خودش مانده با پیرزنش، دنیای پول و سرمایه، یه لنج به 2 تا لنج، 2 تا لنج به 3 تا لنج. باز خدا ازش برگشته. پس درس، علم. چند روز پیش آقای آرامی با اعضای شورای شهر بندر عباس، شهردار کل با شهردار جز با شورا آمده بودن سورو.
من سوال کردم که وظیفه شهرداری چیه؟ فقط جلو ساخت و ساز گرفتن بدون مجوز؟ یه فقیری میخواد یه اتاقی درست بکنه جلوش بگیرید؟ یا جمع کردن زباله ها؟ وظیفه شهرداری فقط زباله جمع بکنه؟ شهردار برگشت گفت نه. گفتم پس چرا وظیفه شهرداری رو به مردم نمیگی تو صدا سیما، تو رسانه ها، که شهرداری چقدر دستش باشه؟ شهردار یعنی کسی که به عمران و آبادی شهر میپردازه. با کیسه زباله جمع کردن که جامعه به عمران و آبادی نمیرسه. تو فرهنگ ایجاد بکن. حتی شهرداری و شورای شهر بودجه‌ای داره برای پر کردن اوقات فراغت. شما میدونستید؟ نه آموزش و پرورشو، بودجه‌ای داره برای پر کردن اوقات فراغت. آموزش و پرورش بودجه‌ای داره برای پر کردن اوقات فراغت تابستون. مدرسه هم در اختیار میذاره با کل رشتش. فقط باید گزارش بدی، حقوق معلمین هم میده. معاونت پیشگیری بهزیستی از آسیب‌های اجتماعی بودجه‌ای داره برای پیشگیری از اعتیاد. کارهای فرهنگی و ورزشی و هنری کردن اوقات فراغت. بسیج داره، سپاه داره، سازمان تبلیغات داره، همه دارن. هر کدوم که دستتون بهشون میرسه خب بگیرید. اگر شما نگرفتید، الان دارم میبینم که یه تعدادی کاسه دستشونه دوباره میان برای گدایی. اگه امرو نیان فردا میان. کاسه میدونی منظورم چیه؟ کاسه دستشون الان میان، کاسه هاشون رو پر میکنن بعد میرن. 4 سال دیگه میان سراغتون. باور بکنید. هوشیار باشید، عاقل باشید. نمایندگی که میخواد بره مجلس فالوده به مردم میده، رأی میاره، این چه کار میخواد بکنه؟ ما دیدیم تو بندرعباس که از تو خیابانا رد میشدیم، خیلی شلوغه. اینجا چه خبره؟ اینجا دارن فالوده و بستنی رو حساب فلان نماینده دارن مفتی میدن. یه دست لباس ورزشی تو روستا میده 40,000 تومان، 800 تا 500 تا 400 تا رأی میگیره. دیگه میره 4 سال بعد میاد سراغشون. وقتی میخواد رأی بگیره براش گاو و گوسفند و گوساله و کباب بره میدن. وقتی هم که رأی آورد براش جشن میگیرن، دوباره کباب بهش میدن. چه خدمتی به مردم کرد؟ تا الان کدوم نمایندگی برای شما درست کار کرده؟ ولی عوارض منفیش تا 4 سال دیگه مونده. طایفه ها از هم زده شدن. قوم خویش از هم رفتن، دوست از هم رفتن. به خاطر چه؟ به خاطر همین انتخابات. حتی تو یکی از شهرهای منطقه خودمون، این منطقه نه، غرب بندرعباس، شیخی خواسته بره خطبه بخونه، سفارش کردن اگه آمد ما از روی منبر زیرش میاریم. چرا دخالت کرده تو انتخابات؟ دیگه ما چند تا شیخ داریم تو استان؟ تو جنوب خودمون چند تا عالمی داریم که واقعا به درد جامعه میخورن. چند تا عالم داریم، باور بکنید به اندازه انگشتای دستمونه. حالا ما به خاطر انتخابات و سیاستی که نه پدر داره نه مادر داره و چارچوبش مشخص نیست، بیایم علمای خودمون، شخصیت خودمون، طایفه خودمون، صله ارحاممون، و تو مناطق اهل سنت اگر نماینده‌ای میخواد، چه نماینده سنی باشه چه شیعه باشه، 2 تا کار هست، 2 بخشه. کارهایی که نمایندگان باید انجام بدن 2 بخشه. وقتی مردمی نماینده رو انتخاب میکنن، 1 باید برای عمران و آبادی و فرهنگسازی و اینا نمایندگان خدمت بکنن. حالا نمیدونم موشکن، سیریک مرکز بخش موشکن نداره، داره یا نداره؟ نداره. چند تا نماینده آمدن. کرگون با اون عظمتش، این روستای گرو بزرگترین روستا تو این منطقه است. شاید یکی از بزرگترین روستا از نظر جمعیتی، از نظر استان ماست.
نزدیک 6000 نفر جمعیتشه. روستای 6000 نفری دیدید تو استان؟ گراو که نماینده چه کار کرده؟ نمایندگان دو تا وظیفه دارن. یکی اگر از رأی اقلیت ها استفاده بکنن باید منافع مذهبی اقلیت ها رو دنبال بکنن. وقتی اهل سنت از یک نماینده حمایت میکنه معنیش این نیست که برای ما پارک بیاره، برای ما دانشگاه آزاد بیاره، برای ما موشکن درست بکنه. او هر نماینده‌ای اون حق شهروندیه. ولی وقتی نماینده اهل سنت به عنوان اهل سنت ازش حمایت میکنن باید مسائل مذهبی ما، مدارس دینی ما، طلاب ما، ائمه جمعه ما، امتیازاتی که هست، کتاب‌های ما و مسائل مذهبی ما باید چه؟ اون نمایندگان برن تو مجلس، چون یک قشر خاص به اسم اهل سنت به اونها رأی دادن. پارک هر نمایندی از هر کجا باشه دنبال پارک هست، دنبال آسفالت هست، دنبال راه هست، دنبال آب هست، دنبال برق و مخابرات و تلفن هست. پس چرا اهل سنت حمایت کردن؟ که آب و برق و تلفن بیاره؟ نه، که خود مردم درگیر نشن با دولت و تنش ایجاد نکنن و خودشون نریزن تو خیابان، بلکه نماینده دارن از مسائل مذهبیشون هم دفاع میکنه، به گوش دولت و نظام میرسونه. همه دست به دست هم بدید. تو این انتخابات یک وزنه باشید، دوگانه نباشید که ضعیف میشید. یک وزنه باشید، شروطتون بنویسید اینه. ما دیگه فهمیدیم بالاخره 27 سال فقط وعده. حالا دیگه ما این شروطمونه، تعهد و امضاشون بگیرید تا بعد به ما بگن آقا ما خواستیم انجام بدیم نتونستیم، بگیم خیلی ممنون، حداقل تلاش کردید. باور بکنید نماینده میخواست کاندید همین منطقه بشه، قبل از انتخابات 100 بار با 100 نفر با 100 تا کانال با من تماس گرفت، ولی الان 4 سال هنوز یک بار زنگ نزده. 4 سال هنوز یک بار زنگ نزده. 4 سال هنوز یک بار زنگ نزده، ولی میدونم که یک هفته دیگه زنگ میزنه. منتظرش هم هستم، منتظر خیلی ها هستم، ولی قبل از 4 سال 100 بار از 100 کانالی که میدونستن با من و امثال من ارتباط دارن تماس میگرفت، وقت میخواست، میآمد، هر کجا که باشه. عزیزم دیدن باقر همون بود. اینم هوشیار باشید، جمع خوبیه و چنین جلسه ای معنوی خیلی برای شکارچی ها، اگه اسمشون بذاریم شکارچی، خیلی فرصت مناسبی بود که بیان حداقل اینجا بنشینن. سخنرانی هم بهشون ندارم، فقط بیان ببینن. ولی اینجا مجلس معنوی است، اجازه نمیدیم که بهره برداری دیگه بشه. مردم هم باید هوشیار باشن. خب جا داره من تبریک و تهنیت عرض بکنم به این 5 تا عزیزمون، اسمشون رو میخونم که سبب این مجلس و این خیر و برکت امشب برای ما شدن. دامادای عزیز و نور چشمامون، یک محمد آتین و همسر محترمشون سرکار آذر خانم، ببخشید آذر بنیاد، درسته؟ پس داماد جلسه برادر عزیزمون محمد آتین، همسر محترمشان سرکار خانم آذر بنیاد. اجماعاً یک صلوات محمدی قرار خط بفرمایید. دوم حسن چهارشنبه زاده، داماد دوم این عزیزمون و سرکار خانم سرتکزاده. این هم یک صلوات محمدی خط بفرمایید. سوم برادر عزیزمون موسی چهارشنبه زاده و سرکار خانم چهارشنبه زاده. این هم یک صلوات محمدی براشون خط بفرمایید. پنجم برادر عزیزمون احمد محمد عیسی زاده و سرکار خانم چهارشنبه زاده. بازم اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. این 5 تا دامادی که بالاخره چه امشب
شما را مهمانی کردن بر سفره خداوندی و سبب این خیر و برکت و این همه محبت و الفت و صفا و صمیمیت شدن. 4 تا خوندم، 5 تا خوندم، 2 تا دیگه هست اینجاست. 1 2 3 4 تعداد ماشاءالله زیاده، بالاخره از قلم میفته. حالا دیگه شما نگی ما هم هستیم، این 5 نفر اینجا نشستن دوستان، شما دیگه نگی ما هم هستیم اسم ما نخوندید. محمد کجاست؟ محمد چهارشنبه زاده، درسته؟ برادر عزیزمون محمد چهارشنبه زاده، بله مقابلش نوشته همسر محترمشون سرکار آذرخش. اجماعاً صلوات محمدی خرد فرمایید. 2 تا دیگه هست، یکی سبقت گرفته یکی تو نوبته، اونا هم قرار بود که جزء هم برنامه بشن، حالا یه معذوریتی پیش آمد چون که بعضی موقع دست خود آدم نیست دیگه. یه معذوریتی شد که یکی بین عصر تا مغرب کارش تمام شده، خیلی هم ساده برگزار کرده، جز همین 6 نفر بوده. برادرمان فلکناز عیسی زاده اگه آمده بود اینجا نشسته بودم خیلی افتخار می‌کردیم بهش. حالا تو همین جمع هست احتمالاً. و سرکار خانم همسر محترمشون سرکار خانم آبشناس، اونم براشون یه صلوات بفرستید. هفتم که فردا شب نه پس فردا شب دوباره من مجبورم بیام، چاره‌ای ندارم دیگه، که دیگه برادرای سیریکیمون نگن که شما خیلی وقت نماز جمعه برای ما نیومدید. نماز جمعه فقط 4 تا اونایی که واجب النمازن میان دیگه، خواهرها که اجازهشو نمیدن بیان تو مسجد جا نیست، بچه‌ها هم که دیگه مشکل، امروز همه هستن. پس این جمع فکر میکنم از نماز جمعه هم خیلی باشکوه‌تره. هفتم انشالله روز جمعه شب شنبه، چون اونم خیلی عزیزه برای ما. در اصل این مراسمی که امشب با هم برگزار شد به خاطر که من شب جمعه قول داده بودم نمیرسم، برنامه برام پیش آمده، گفتم که یا پنجشنبه یا شب شنبه. به برادرم مصطفی زرعی گفتم. بعد یوسف گفت که 2 نفر دیگه هم هستن، گفتم اگه هستن با هم یا شب پنجشنبه یا شب شنبه. دیگه بالاخره 6 تا جمع شدن گفتن شب پنجشنبه، که یکی عصر چهارشنبه به همین عصری برگزار شد، 5 تا برای شب. اون یکی گفت که دیگه نمیشه، ولی خب من به تأخیر میندازم با وجودی که دعوتنامه هم نوشتم برای شب شنبه. اونم برادر عزیزمون که خیلی هم عزیزه برامون مصطفی زرعی زاده و سرکار خانم مرادی فر، که برای اونم صلوات محمدی قرار خرد فرمایید. برای هر 6 نفرشون 7 نفرشون و 7 تا همسران محترمشون و 7 تا و 12 تا طایفه و همه دوستان و علاقمندان، برای همه مبارک و مبارک و مبارک باشه. بگید آمین. خب به شما همه تبریک میگم، انشالله که مبارکتون باشه و زندگی خوبی داشته باشید. و از خداوند میخواهیم که همونطوری که بین دل پیامبر صلی الله علیه و سلم و امهات المؤمنین با محبت و مودت جمع کرد، بین دلهای این نور چشمان ما و همسرانشون همون محبت نبوی، همون محبتی که خداوند بین دل پیامبر و همسرانش، بین دل حضرت علی و فاطمه زهرا و صحابه بزرگوار و همسرانشون جمع کرد، با همون محبت بین دلهای این عزیزان پیوند ناگسستنی برقرار بکنه و خیر و برکت از این ازدواج و این مراسمشون ببینن، همطور که سبب خیر و برکت برای همه ما و مردم خوب این منطقه شدن. و ثمره این ازدواج رضای خدا، طهارت و عفت و اولاد سالم و صالح و مصلح خداوند نصیبشون بکنه و خداوند همه ما و شما و برکت این جمع به هدایت کامل برساند. بگید آمین. و در همه کارها خاتمه به خیر بشویم.